سلام، به نام خدا. دانایی زیبایی است. محمد رشتی هستم از کانال یوتیوبی محمل گفتار. گفتاری که در این نشست و احتمالاً چند تا نشست بعدی در خدمتتون خواهم بود درباره یکی از مهمترین و ضروری ترین نیازهای انسانیه که به همون اندازه که مهم هست کمتر بهش پرداخته شده. موضوع توالت یا اون چیزی که ما به اصطلاح در زبان فعلیمون معمولا به عنوان دستشویی ازش استفاده میکنیم. خب منم مثل شما خیلی وقت نیست که این به ذهنم رسیده. واقعیت اینه که ما به بسیاری از جنبه‌های ضروری زندگی میپردازیم، مثلا در مورد غذا، در مورد غذا خوردن، در مورد مسکن، در مورد تفریح و مواردی از این قبیل. اما چقدر در متون ما یا ما که عرض میکنم جامعه جهانی یا در مثلا فرهنگ عامیانه ایرانیان در گفتگوهای روزمره و حتی در ساخت و سازها و تأکید بر اهمیت توالت پرداخته میشه. این ایده از کجا به ذهن من رسید؟ حقیقتش وقتی که تاریخ رو میخوندم، که حالا کتاب‌های تاریخی در دورهای مختلف میخوندم، یا وقتی که مثلا رمان‌هایی میخوندم یا جنگ‌ها یا آوارگان نظامی، آوارگان جنگی و موارد از این قبیل میخوندم، همیشه به ذهنم میرسید که خب در این شرایط چجوری انسان ها خودشون رو تخلیه میکرد و اون چی که تخلیه میشد کجا میرفت، شرایط چجوری بود. مثلا فرض بکنید دوست داشتم بدونم که در پارلمان انگلستان در قرن 19 یا در مثلا داستان بلندی های بادگیر یا هر جای دیگه که بود، مثلا در زندان ها، در پادگان ها و یا در دورهای مختلف، ما از همه چی میخوندیم، یعنی تقریبا همه چی هست، ولی انسان چجوری میرفتن توالت به عنوان یک نیاز روزمره و همگانی، یعنی چیزی که اصلا نمیشه ازش صرف نظر کرد و نمیشه زیاد به تعویقش انداخت. و بعد اون فضولات چجوری محو میشد، چجوری انسان از هم دیگه کناره میگرفتن، چه در خانه چه در جاهای مختلف، تا نیازهای خودشون رو دفع کنن. اینا باعث شد که خیلی موضوع برام جذاب بشه و این اواخر ذهنم با خودش خیلی درگیر کرده بود. اما در مقابل این همه ضرورت متوجه شدم که منابع خیلی کم، نه تنها در ایران که تقریبا میشه گفت چیزی نداریم به طور مستقل، یعنی کتابی یا مقاله پژوهشی یا چیزی که بهش پرداخته باشه، تقریبا در جهان همینه، حالا یه خورده مثلا بیشتر یا کمتر. اما در این حال وقتی مطالعه کردم دیدم که چقدر جنبه‌هایی داره که اصلا به ذهن ما نمیرسه. یعنی در اون شرایطی باید قرار بگیریم، مثلا در یک دوران تاریخی قرار بگیریم یا بخوایم ملاحظات دینی رو لحاظ بکنیم یا در جاهایی که جمعیت فوق‌العاده زیاد هست و توالت خیلی کمه، در جاهایی که شرم و حیا بین زنان و مردان وجود داره و مواردی از این قبیل، یا مثلا سالمندان، کودکان و خب خیلی جنبه‌های مختلف دیگه‌اش که بهش خواهیم پرداخت. بعد به ذهنم رسید که خب یه اطلاعات ارائه بدم
ولی واقعیت اینه که من هم مثل اون فرهنگی که بر جامعه حاکم است و عرض کردم هنوز در بیشتر نقاط جهان، حتی در کشورهایی که ظاهراً خیلی از این مرزها برداشته شده، اینه که واقعا پرداختن به این باعث نزول شأن انسان نمیشه. آیا وقتی به این موضوع میپردازیم در دید اونایی که میبینن و میشنون اینجوری نیست که فلانی عجب موضوعی رو انتخاب کرده برای گفتن و با چه رویی داره اینا رو میاد میگه و موارد از این قبیل. این بخشی از همون نگاهی هست که اتفاقا ما در مورد توالت باش درگیریم. یعنی مثلا حتی در یک جامعه مثل انگلستان احزاب خیلی به این دقت نمیکنن، یا بودجه های عمومی آنچنان که باید بهش اختصاص داده نمیشه از طرف دولت ها، در مقابل بودجه هایی که مثلا برای ساخت یک پل ممکن مطرح باشه. یعنی گویا بین اون ضرورتی که وجود داره و پرداختن به ایش، چه از نظر تکنولوژیکی، چه از نظر اقتصادی و چه از نظر فرهنگی و موارد دیگه، یک خلأ اساسی وجود داره. در میان مردم هم همینه. یعنی مثلا شما فرض کن در جامعه مانند هند برق دارن، موبایل دارن و خیلی امکانات پیشرفته دارن، اما اگه همونجا دقت بکنید توالت هایی که هست و بر اساس محاسباتی که صورت میگیره، مثلا فرض کنید که اگر تو فلان منطقه اینقدر توالت هست، حالا چه برای پادگان چه برای مثلا اماکن عمومی، خیلی خیلی کمتر از نیازه. یا حتی خیلی در نقاط مختلف جهان آمارها نشون میده که اون مقداری که باید توالت باشه نیست، در حالی که بسیاری امکانات دیگه در اختیار مردم هست. کسی هم معمولا از حرف نمیزنه. یعنی به ندرت ممکنه مثلا شما در یک روزنامه، حالا در ایران که بیشتر، حالا جای دیگه کم و بیش، اینه که گفته شده باشه که مثلا فرض بکنید چرا در بین راه ها توالت عمومی کمه، یا چرا این توالت ها عمدتاً کثیفن و غیر بهداشتی هن. گویا حاشیه ای از ساخت و ساز هستن، حاشیه ای از جنبه های اجتماعی هستن که در حد ضرورت و در حد اندکی باید به اون پرداخته بشه. مثلا شما یک جایی در نظر بگیرید مثل مدارس، مثل پادگان ها، و یا توالت های عمومی در نظر بگیرید که زن و مرد در بازارها، در هر جایی، در مثلا مساجد، در کلیساها و در بیمارستان ها، جای مختلف میخوان استفاده بکنن. معمولاً، حالا اگه نگیم همیشه، شاید بجز در شهرهای بزرگ، در جاهای دیگه فقط یه چیزی وجود داره، اما متناسب با اون اهمیتی که داره، حالا جنبه‌های مختلفی که باید باشه نیست. بنابراین فکر کردم که اگر بپردازم به این موضوع و برخی جنبه‌های دیگه شو مطرح بکنیم، شاید براتون مفید باشه. که ما اینکه واقعیت اینه که من قبل از اینکه خودم حالا در عرض چند هفته که به طور ویژه پرداختم به این موضوع، بدون تردید میتونم بگم که بالای 90% اصلا نمیدونستم، واقعا نمیدونستم. یعنی انگاری که جلو چشمون بود ولی نمیدونستیم که این چقدر مهمه و چقدر مسئله حیاتیه و
استثناء هم نداره برای یک انسان یا یک فرهنگ یا حالا، یعنی چیزی که از لحظه که ما متولد میشیم تا لحظه که میمیریم در هر شرایطی با ماست و چجوری باید اینو حل کرد. بنابراین بر اساس تحقیقاتی که انجام دادم مواردی مشخص کردم که بپردازیم به اون، بین این که اون مواردی رو که باید گفت و بین زمانی رو که من نمیخوام بیش از حد باشه، خیلی سخت است این انتخاب. یعنی به عبارتی به جنبه‌های گوناگون توالت بپردازیم، اما در این حال این ویدیوها زیاد هم نشه و این شاید کار سختی باشه. بعد هم درباره این که روی هر جنبه چقدر باید وقت گذاشت که جذابتر باشه و اطلاعات بیشتری داشته باشه. در بررسی که انجام دادم متوجه شدم که ما در زبان فارسی تقریبا هیچ کتاب مستقلی در این باره نداریم. کتابایی که راجع به بهداشت در اسلام یا در ایران بوده یا مثلا معماری اماکن بخشی به این پرداخته، ولی فوق‌العاده به ندرت. در فضای مجازی یک ویدیو دیدم از یک خانم که موضوعش توالت بود، در 15 دقیقه که خیلی خوب بود، به موارد خیلی خوب اشاره کرده بود و شاید چیزای دیگه هم باشه که البته من ندیده باشم. در منابع خارجی هم باز متاسفانه اون کتابایی، حالا به انگلیسی البته من نگاه کردم، زبان دیگه نمیدونم، خیلی کم بود ولی البته خوب، یعنی نسبت به اون چی که ما میدونیم خیلی بیشتر بود، خیلی بیشتره و فکر میکنم شاید ترجمه اونام به زبان فارسی خیلی جالب باشه، چون در ایران به هر دلیلی عرض کردم به جز در زمینه‌های تکنولوژیکی در سایر جنبه‌های دیگه رو این کار نشده، کاری که واقعا یک پژوهش خوب باشه، مورد استفاده باشه. و در جاهایی مثل شهرداری ها و مواردی از این قبیل هم خب کار واگذار شده به خودشون. یعنی مثلا شهرداری تشخیص بده که فرض کنید در میدان انقلاب که بسیار پرتردد هست نیازی به توالت داره یا نداره، یا در مدارس، در پادگان ها، در بیمارستان ها، در جاهای زیارتی، در جاهای تفریحی و غیره. اما مشکل همچنان باقی است. مشکل همچنان باقی است. بقیه این ویدیو رو که تلاشم این است که این ویدیو کوتاه باشه و طولانی نباشه که شما خسته نشید، این است که ما وقتی از توالت صحبت میکنیم، از چی صحبت میکنیم، یک چند تا تعریف کوچک داشته باشم بعد بریم رو ویدیوی بعدی. وقتی از توالت صحبت میکنیم که حالا در سطح جهان و در ایران البته همونطور که عرض کردم بیشتر به مانند دستشویی هست، جایی هست که انسان به طور اجباری خودش رو تخلیه میکنه. یعنی معذرت میخوام، جایی که انسان میره و ادرار و مدفوع میکنه. حالا چند تا نکته مهم در این رابطه است. یکی این که درست کردن یا تعبیه جایی که انسان بتونه از نظر فیزیکی این کار انجام بده. حالا این میتونه چه به شکل چنباته باشه روی زمین، چه در روی یک سطح باشه یا روی هر ظرف دیگه باشه، از این توالت‌های سنگی باشه، چوبی باشه یا هر مورد دیگه. به هر حال یکی این است که به جنبه تکنولوژیکی میپردازه. جنبه بعدی تمیز کردن انسان است. یعنی
این تمیز کردن انسان خب دو تا جنبه داره. یکی اون چیزی هست که ما اصطلاحاً بهش میگیم دستشویی. در جامعه ما امروز دستشویی مترادف با توالت گفته میشه، ولی واقعیت اینه که همیشه و در همه جا توالت ها دستشویی ندارن یا همیشه با همدیگه نبوده. به عبارتی اون چی که ما میگیم دستشویی به طور مشخص برای شستن دست‌ها یا صورت یا حالا گاهی بدن گفته میشه، ولی این دوتا تفکیک از هم دیگه است. یعنی بین اون جایی که انسان میشینه خودش تخلیه میکنه و این کار یا این اجبار با اینکه بعداً امکانی باشه که ما دستمون بشوریم، خب تفاوت وجود داره و اینا ضرورتاً همیشه با هم نبوده جز در دوران اخیر. مسئله بعدی اینه که تمیز کردن انسان، یعنی انسان بعد از تخلیه کردن چجوری خودش رو تمیز میکنه. خب در فرهنگ‌های متفاوت و دوران‌های متفاوت این هم چیزی بوده که کاملا متمایز بوده. موضوع بعدی درباره بوی بده، یعنی از بین بردن بوی بد که چجوری جایی که مثلا معمولا توالت هست، حالا به هر شکلی به هر عنوان این بوی بد رو از بین برد. درباره بهداشت است که اون منطقه رو چجوری از سایر مثلا از آبهای جاری جدا کرد که آب بهداشتی نباشه، از نظر این که اونها از طریق حیوانات یا از طریق چیزهای دیگه بر نگرده به انسان، جلوگیری از بیماری هایی که ناشی از مدفوع انسان است و غیره. موضوع دیگه شرمه که شرم تقریبا در همه تاریخ، حالا بعضی جاها کمتر بعضی جاها بیشتر، با این موضوع بوده. یعنی در یک جایی ممکنه انسان ها اما زن و مرد خودشون رو راحت تخلیه میکردن، یه جایی حالا مثلا سخت‌تر یا آسان‌تر. یکی دیگه این که حالا بهش خواهیم رسید، اینه که آیا این موضوع تخلیه فضولات انسانی به عنوان یک اجبار و اکراه بوده یا یک کار طبیعی بدن. این هم باز در فرهنگ‌های مختلف و دوران‌های مختلف متفاوته. این موارد دیگه هست، اما یکی از مهمترین هاش که بسیار بسیار از همه اینا مهمتر است اینه که این فضولات انسانی چجوری تخلیه میشه. یعنی بعد از اینکه کار صورت گرفت اونها چجوری از اون منطقه میره بیرون. مثلا فرض کنید اگر فرض بر این بکنیم که کسی با سطل در یک منطقه خودشو راحت بکنه به اصطلاح، یا مثلا اگر توالتی باشه در داخل خونه باشه یا حالا در هر جای دیگه، چجوری اینا از اون محیط خارج میشه و میره به جایی که دور از دسترس زندگی انسانه. این خیلی هم بدیهیه، هم سهل، هم ممتنع. سهل از این نظر که بله خب بالاخره هر کسی حالا به هر شکلی که خودشو تخلیه کرد، بعد اونا کجا میره؟ حالا یه جایی ممکنه یه چای داشته باشه زیر زمین بره، یه جایی مثلا ممکنه سطلی باشه که ببرن خالی بکنن، یا بعد همچنان که خواهیم دید از پنجره پرت کنن بیرون، یا مثلا مواردی هست. ولی این یکی از مشکل ترین چیزها هست، به ویژه برای جاهایی که منطقه شهری جمعیت زیادی زندگی میکنن و خب با اون مسائل بهداشتی و شرم و تکنولوژی اینا وقتی قاطی بکنیم، بعد متوجه میشیم که مهمترین، پیچیده ترین، ضروری ترین و در واقع محورترین موضوع اینه که
این فضولات انسانی بعد چجوری باید از اون اتاق، از اون خانه، از اون محله، از اون مرکز، هر جایی که هست بره بیرون. یعنی بره به جایی که در دسترس نباشه، که عوارض مختلف بهداشتی و بوی بد و زشتی و موارد از این قبیل به وجود نیاد. اینها جنبه‌ای هست که انشاءالله در چند تا گفتار بعدی در خدمتتون خواهم بود. موفق باشید. خدا